دم باش صبح اف دم دای پیدا کو پارتیا کارگران کردستان دست نشان کرده بو ترکیه هیا بکریار گاوان پابجه و انجام دانا پیوانجا عشتیه هف دم سروکاتیا کنسار و بریا کما جواگن کردستان جی را گانه که دوریه که بلاف کریه او دبیجه چنمایه پیوانجا عشتیه به بنبز دیگه لورا دا خازجی گلی کرده حالویستی نشان بدول روجا اکی ایلول میدان ترکیه و باکور کردستان پربنج جماوری به براتیات نوچنا سلیمانی دا خازی جاولاتیان علی گرین حزب علیان دیگه گوهیا دمجمیر یازده شفل جاده و جهنگشتی بانگشار بجاردان بکند بیجی هر کسی که دوی دمیده به دیودا به اتومبیلان بانگشان بکند به تسیزادان محمد طاهر ریبه بره پلیسین پارزگاه ولی جبوی نارتی راگان که به مبست رایگیری کرنه لی بیزار کرنه هاولاتیان لجنه امنیه پارزگاه سلیمانی بریارده هاولاتی و آلی گرین سر به حزب آلیان هیا دمجمیر یازده شفه لی جاده و جهنگشتی بانگشا هل بجاردان بکند هر وقت دمک بانک وازی بوده کردن ایرول بغداد و کرکوک و چند پارزگاهی که دنیا عراقی خانیشاندن جدا برای وجه مزبسته حلوشاندن موچه خانه‌نشینی پارلمانترن و اندامین جوات پارزگان او وزیران صبا ایروج مرکه ولاتیان لباجار بغداد ولدان بچن صحایت تحریر لجالی هزین امنی وره لحاظ گرتن پشتیوی که جنوری مالکی سری وزیر عراقی پشتبانی خواب دا خوازیان خانیشانداران نشاندام اندامه که دستیا اداره یانیا کربلاش کرکر کروجا 18 ایلول دهاتی دمیدیای دادگاهی کرنا چند سربازه که هزین سوات یا سرب ارتش عراق دسپیدی که کو به کشتن راهنر یانان هات نتومت برکرن تدخانی که دبو سومریانیوس احمد هدام راگان کو دادگاه براهیه ل کربلا ایرو دم دادگاهی کرنا اوان تومت برند سنشان کر کل ما حزیران درباز بی دزدریجی کرنا انکو دسریجا گلنیان کرنا سر محمد عباس راهنر یانیا توپاپیا کربلا ل دیفراجی به سدم دجواری بریناوی جان خوش زنم هر وا گوجی روجا 18 ماه دهاتی دم دادگاهی کرنا دبم ددم که دا کوارتش امریکا د خبرات کرنا دای با انجام دادن هوایی که سربازی دست نشان کریو لدجی ارتش بشار الاسد برپسه که اسایش سوریه اشکره کر ولاتی ویله همو دمکی چاوره و شاندنا گورزه که سربازی جاری روشاوا او جید آمده باشه دانم اوی برپسه کو نویا نوی به اشکره کردن بو کانال العربیه راگان به همو اوایی که برابانی لگلون اجتماعی خود کن لگور اوانشانن کل بردسیوان دهنه لبججی داخوانین ویداوین د سالادار امریکا سفارت بکارانی چکی کیمیای جاریه سپا و دورنج راستی و جهه گالت جاریه نو بروواجه یاسین نیو دولتینا سروک امریکا را گان تا یانها بریاره اکلایی کرد و داوی سفارتی و شاندنا گرز سربازی سوریه ندایم دبیجه هیانا دیگر شیورمندین خو مجوری دراسه کردن آراسته کردن گرز که دستنشان کردن لدجی رژیم بشار الاسد هر وها باراک اوباما اما جبه چند دیجی کرد بکارانی نچکی کیمیایی جاری بشار الاسد دجی گلوی سرکشی کردن که اشکرای لدجی جهانه گفجی بسر پیمانی ولایت هفگرتین امریکا لدوری و که اردن و اسرائیل ولی تماشاوان نجام کورتم پیشکش کرد شاد بختار بود